هلو علی، سلام. من جواد هستم از شهر عشق و فرار و دیوار که میخوام سفری پر ماجرا و لذت بخش از نوع لذت‌های امیدوارمندگار رو با شما آغاز کنم. به سفر اکتشافی زبان آلمانی با کشتی برلیزی ها خوش اومدید. اینجا برلین است، کانال برلیزی ها. با سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال نو، سال 1403 رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که باز همواره شبها و روزهای با شکوه و زیبایی در انتظارتون باشه. ما در درس‌های قبل در رابطه با تقسیم بندی حروف صدادار صحبت کردیم. در درس قبل، یعنی درس سوم، لکسیون 3، در رابطه با حروف صدادار اصلی صحبت کردیم که امیدوارم اون جلسات مفیدی بوده باشه و بتونه کمک کنه به شما که به راحتی بتونید کلمات آلمانی رو بخونید. به عنوان یک تبصره خدمتتون عرض کنم که اگر فعلا مشکلی در قرائت و خواندن کلمات آلمانی میبینید، به نظرم میاد که خیلی نباید عجله کنید، چون بخشی از خواندن ربط داره به این که چشماتون و ذهنتون عادت کنه به این حروف، به این کلمات. بنابراین نگران نباشید، مطمئن باشید که با تمرین و تکرار این ضعف جبران خواهد شد. خب بدون فوت وقت میرم دنبال اصل مطلب و شروع میکنم به مبحث مربوط به حروف صدادار مضاعف. ابتدا باید ببینیم که منظورمون از حروف صدادار مضاعف چه نوع حروفیه. خب ما تعریف حروف صدادار رو قبلا گفتیم. حالا چیزی که جدید به نظر میرسه اینه که در رابطه با مضاعف بودن حروف صدادار صحبت کنیم که اینم بحث مشکل و پیچیده‌ای نیست. حالا تعریفشو خدمتتون ارائه میدم و بعدش هم مثالاشو خدمتتون عرض میکنم. خب تعریف حروف صدادار مضاعف میگه که اگر یکی از حروف صدادار ا، او، آ در کلمه مفردی بلافاصله تکرار شود، آن دو حرف را حروف صدادار مضاعف میگویند. الان تو مثال ها دقیقا متوجه میشیم که چه نوع کلماتی رو و چه نوع حروفی رو حروف صدادار مضاعف میگوییم. مثل کلمه ها، مثل کلمه آخن، مثل کلمه staatlich. ها به معنای مو و آخن اسم شهریه در غرب آلمان و staatlich به معنای دولتی، عمومی. خب حرف مضاعف او، حرف صدادار مضاعف او مثل zoologische Garten به معنای باغ جانور شناختی که این
ترجمه تحت لفظیشه، ولی این یک باغ وحشیست معروف در برلین که انشالله میاید و میبینید. بعد فیشابود، کلمه بعدی فیشابود به معنای قایق ماهیگیری. خب حرف بعدی ای مضاعفه، مثل شپری یه رودیه در برلین که البته از برلین نشأت نمیگیره، سرچشمه نمیگیره، از حدودهای مرز چک نشأت میگیره، میاد و از برلین میگذره و به هاول میرسه. بعد کلمه ته چای، یا کلمه زی به معنای دریاچه. خب قبل از اینکه بریم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه کانال برلیزی ها رو که کانال خودتونم هست سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، از کانال خودتون حمایت کنید. خب بریم سر وقت صفحه بعد. خب تو صفحه بعد ما در واقع میخوایم که قاعده خواندن حروف صدادار مضاعف رو بدونیم. قاعده خواندن این حروف صدادار خیلی قاعده راحتیه، یعنی خیلی راحته بحثش. اینکه این دوتا حرف رو میکشیم، همین. مثلا آ مضاعف در کلمه آخن ببینید که میکشیم، یا میگیم که شتاتلیش، یا میگیم ها، میکشیم. در دو حرف ای هم همین جوریه، ما این دو حرف رو میکشیم. مثلا میگیم شپری، یا میگیم که ته، یا میگیم چی گفتیم؟ زی. آره. خب در دو حرف او هم همین جوریه باز. مثلا گفتیم کلمه zoologischer Garten، باغ جانور شناختی، یا فیشابود به معنای چی بود؟ به معنای قایق ماهیگیری بود. امیدوارم که مطلب به اندازه کافی مشخص و مفید بوده باشه. Bis später. Ciao, ciao.